همون دولت گپ میزد یگان چی طلب نمیکرد. سوال با شما الماس همین دولت برادر شما را آزاد کنه زمینو شما تیا شما ای کار دست میکشین یا که نه؟ نه من او یک 2 سال پیش اگر میکرد من دیگه گپ نمیزدم. نه که دیگه خوی میکنه نمیکنه و کاری وای. من уже برنامه خدمت دارم. من تا نیام رئیس جمهور نشم در تاجیکستان مبارزه من پس نمیکنم. میرم به پیش. فهمو برای که دیگه خیلی گپ نمیشه آخه کنه زمین متین اکم آزاد کنین چی کنین برای که همین جمشید گپ میزد وقتی همین تویرده بود گپ میزد یگان چی طلب نمیکرد من میگفتم که این برادرم ممکن یگان ماشینش گرفتن یگان چی طلب نمیکرد گپ میزد آزاد در همین رسیه بودن جمشید پروستا برمده دیده که مردم از ظلم دوره رحمانوف برمده گپ زده اخی انسان گرفتگی چیزی رحمانوف اخی آدم نگرفته اخی که الماس همون خودت که گپ زدی ما خیال کردم که شما همتون جبر دیده این من خیال کردم زد شد اما جبر دیده نیست برادری عزیز آدمای هستن که واقعی اگه کارش که نیست رحمانوف داشت وظیفه‌اش پرلگات که اما پروستا دیده که مردم ظلم دوره امروز برو اومده گپ زده است این عمیقه مقصد شما کاندیداتوراتون در همون پارتیا شده نه تاجیکستاندا پارتیا بعد وایتون چیزه پارتیاتون ده همون رویشتون چیستون کدام وای سوهده لیبرال دموکرات آزادی و عدالت ما میخواهیم که در تاجیکستان 24 ساعت سوی داشته باشه مردم میخواهیم تا سین 18 ساله 500 سومانی بگیره میخواهیم که 50% مهاجر را کم بکنیم چخیلی که رحمانوف گفت که 600,000 ایکو برای 300,000 تاجیک باید من جای کار در همین 4 سال رئیس جمهوری باید بسازم جای کار تامین کنین بله 500 سومی برای چی میتین تا 18 ساله را امیر برای چی برای که چوه دیگه دولت ها میتین نگاه کده برادر عزیز من درباره همین چیز یک کن تره گپ زنم روشن کنید همین حکومت میگه که حکومت نیم چاپلوسا میگن که همین شما چی خدمت کرده در همین دولت که میبروی که گپ میزنه من کنش نگاه خدمت نکردم در این دولت به من چی داده مکتبم داده سویتم داده دانشگاهم داده چیم داده که امروز حکومت ایمان چیز طلب میکنه من میخوام در نظام بیارم که یکم برای فرزندای ملت بتیم بعد ای فرزندای ملت طلب بکنم که بچه ها من شما را کلون کردم خوندم دخترت بپل بود مکتبت بپل بود اگه امروز بیا در یک معاشی که معین بیا در دولت خدمت کرد من این نظام میخوام برادر عزیز اما مرده که همه 30 سال پیش گفت که من یک برادر تراکتوریست دارم ایش که ندارم من عباد میکنم با نشوه که فریب کنیم و الماس باور کنیم برادر عزیز اگر اومدم فریبتون کردم من رحمانوف نیستم من سودیا را من انتخاب نمیکنم سودیا باید عدل نباید باشه سودیا بیاد من نگیره سود کنه تمام مردم بخیزه بگه که برادر الماس تو همیشه این همیشه وعده دادی آورده ما تو رئیس جمهور اومدن تو همین کارا بد نکردی چه خیلی خودت وعده دادگی تا پیش سومونی برای کشالم کنی قبوله قبول بسیار فکروی روشن جمشید برادر خودت چی فکر داری این مسئله ده کدام مسئله ده برادر عزیز همین مسئله که الماس گفت فکر خودتون بیان کنید من با بسیار مقصد فکر نظر الماس هرچند در صف مبارزه من راضی نیستم برادر عزیز از تجربه مبارزه خود میدونم که الماس اولی بسیار جوی هسته که نباید او گپ بگه نه طلب کنه و نه پیشنهاد کنه اولی مسئله هسته که من راضی نیستم خطی برادر الماس نه که او معنی را نداره که الماس دشمنی میکنه من دشمن الماسم برای چی برای که در میدان سیاست در میدان مبارزه در میدانی که با مردم آشکار صحبت کردن گپ زدن ما وقتی که اومدیم در پهلوی برادر ایدوره زیلا شروع کردیم بود کارو برای بگیم نافهمایی کم فهمایی تجربه کم بود از فکر میکنم میبرم همون صحبت ها هم روزو را تا او روز دیگریش برادر عزیز اگر که برادر الماس هاز هم ایدئولوژی در سر شایو پیشنهاد به مردم میکنه و حکومت طلب میکنه و چی میگه ای همین شروع که نکنه نه روان نمیرسه با او قلایی که امروز مردم را زیادتر بفهمه و درک کنه
خب وقت تجربه نشون میده که آهسته 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 اگر که هدفت پاک باشه برای خدمت به وطن و ملت باشی روز ساعتش من شما رو برادر از آشکار میگم که همین الماس یک گپای زاگی خودش خچه خنده میگیره نه که ای او معنی رو نداد. من الماس ابا برام پریکول کنم بخندم میگه گپ شما در اوج الماس پازیسش چند بار ایواز کرد آخه پازیسش ایواز کرد برادر